امروز میخوام بهتون روش ساخت یه مایع شستشوی خیلی عالی رو بدم که دیگه دغدغه خرید مایع شستشو نداشته باشین. خیلی از همکارا برای شستشوی برد از تینر استفاده میکنن. تینر باعث میشه که برد شما روغنی بشه و در نهایت تمیزکاری خوبی نداشته باشین. این مایع شستشویی هم که اینجا میبینید مایع شستشوی آسران درسفیده که پایش الکله. با اینم اگه بردتون رو بشورین باز نتیجه خوبی نداره، بردتون شوره میزنه. خیلی از این مایع شستشو هم که تو بازار هست و کیفیت خوبی دارن قیمت بالایی دارن. حالا اگه شما یه تینر 20000 فوری رو با یه مایع شستشوی آسران درسفید قاطی بکنین یه معجزه بزرگ اتفاق میفته. یه مایع شستشوی خیلی فوق العاده درست میشه که بردتون رو تمیز میکنه بدون اینکه کوچکترین شوره زدگی یا روغنی روی برد شما بمونه. تو ادامه یه تست کوچولو براتون میگیرم ببینید چقدر کیفیت این مایع بالاست. خب میخوام این هارد رو براتون تمیز بکنم که کیفیت مایع رو ببینید چقدر بالاست. من کامل این هارد رو روغنیش کردم که وقتی کامل تمیز میشه ببینید این مایع چه کیفیت خوبی داره. خب یه خورده صبر میکنیم که خشک بشه. ببینید بدون اینکه کوچکترین روغن یا شوره روش مونده باشه تمیز شده و کاملا داره برق میزنه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره، این مایع رو درست کنید و ازش استفاده بکنید.